میگم سعدی اونم جا آشخانه بود او پایانده؟ آشخانه بود بوی ششلیک برآمده معقول شد؟ معقولم شد خیر رفتیم اگه یه بار دیگه پیش میگذاریم مرده؟ مرده امروز هم تخمه موندگی اون چجا نکده کو؟ بچه امروز هم نبرو ورده این همی سعدی اوونیویچ کو هم پروفسور گفته بود خی زنک همون گفته بود که همی تخمی تای پای مرغ باید در 20-21 روز چوجا بروره او با چی برم امرو راگنه؟ من نمیدونم اخی چی باید کرد؟ میگو مردک یک بار زنگش نمیزنی زنگش بزنم؟ یا باکو زنگ بزنم بپرسش ماله بو پای کورچه ما زنگش بزنم ماله سلام علیکم سعدی اوونیویچ اکا یک خونه ما میوین؟ من کمتر کار دارم میشه که دیرتر بیام مایلی سلام علیکم پروفسور سوزه سلامتی خوب همان نظر شما نظر سوزه رحمت تینجای خاک تینجای همین شما گفته که 20-21 روز ده همون تخم باید چوجاش بروره این اما 3 ماه نگاه داره چوجا نبرآورده هم تخمی موندگی نه نمیرم امروز ببینم اکا مایلی را تو کالو داری نداری آدم اصال میکنه شما نفهمیدم اکا برای چی؟ چی گپای؟ آخه شما تخمی دوشاندگی ماندن کو؟ مرامت السلام علیکم مرامت آخه من میترسم گفتم که من میترسم خواهرم میبخشید همین فرزندتون بیرون بمونه بخشش دکتر این فرزند مثل شوهر من شوهرتون؟ سلام علیکم اکا میبخشید من دیگه خیلی چی کردم سلام علیکم یک بار دیگه السلام علیکم خب گوش میکنم پیشتون اومدم گوش میکنم شما گوش کنه دکتر لابه من شکایت دارم من فهمیدم شکایت دارید از همون نزدیک در شلاگباو ماشینتون رو نموند نه اکا نباشد همین لیفتی گپی سخت زد باز نه اکا حاجت خانه محکم نه اکا یا اینکه مردانش زنانه شده که زنانه مردانه شده که همین خیلی شد نه اکا جان ایری اوزی از اوزی؟ همین اتاقی کاری صابی رو؟ همین اتاقی چی گپ شد اپا جان؟ گاز شما گپ زنید مانید نباشد؟ نه گوش کنه دکتر برای چی بیمار پیشش میدرویه دستش همه موندگی تلویزیون تماشا میکنه فوتبال وقتی فوتبال تماشا کنیه وقتی که بیمار پیشش وای میدرویه آرام شوید خواهر جان گوش کنید اگر وای تلویزیون تماشا نکند شما صحت نمیشوید اوزی وای نامش اوزی یک گپ تمام گپتون یک کلون شد همه خیلی دعوی شما رفتم من شکایت میکنم رفتیم آره همتون شکایت میکنم یه خواهر جان گوش کنید منجا این خونی ما رکجیوتیه این میگم یه مخومه گرفتگی بودم که هیچ که باید ندونم مرد مای گفتنه گفته استادم کنم جه جورا تاکو جیان اونم ما آدرس خونه تا دو اونم جایی که پیش گالبو اکران زندگی میکنم او منو میدونم همون است همون آدرس گرفتم اکه گاب دیا پوبلیک میگی نمیخوام شیرین نمیگی نه نمیخوام بگی دادم بگی زدم بگیرید بعد تو چی با تلفن تا نمیبرداری کای زنگ زدی ای دین های زنگ زده استم نمرود کشتگیه باور که من جون همه دین دقیقی رای استادی که بدونم نمیتونست خواهد یه نمون پرینتر اومد 54 اکسادی چخیر گفتم میشه رحمه باشی ببرم تا بیا پول میبرم تا نه گفتم خودم میشه رو میرم بزرگ رفته بودم بزرگ کارون نه دا باشین خشیشتم رفتم کارون
تلفن رو گم کردم. تلفن تا گم کردی؟ خیلی زتو به پول رفتی. زتو به پول رفتی. ایسا خواه تا کارگان 3000 روپی. کی باشه ولی همینون بس. راضی. سلام علیکم. سلام علیکم. شما در مخچه در کار هستن؟ چی؟ مخچه؟ مخچه. نه اکرم. نه. توبه. کی بود سعدی؟ دیگه کردم یا آدم ماست. میگه شما در مخچه در کار نیست. گفتم نه چون میکنی مخچه رو در این سکسیا دیوالو رو بیام بیتون های میزنی مخچه پچه میشتن. سکسیا میگی درومادان در پیش درتون سگ بود قریب میگزیدن ما. وای ما کاری نکنه تام. او سگ نمیگزه او جورم های. جورت؟ سگ جورت باشه مایل. همین جورت سگ نباشه شی. بایش که باشه ای باور که روز نمیدیم تام. یادم بگیری کم تام. سلام علیکم. سلام علیکم. شما در مخچه در کار؟ مخچه؟ نه گفتم کاکا اینجا تا خواستواره در کار نیست بزن رپی کار چه؟ مخچه توبه معنی آدمان حیران ده با کی بود؟ با همون من با هم درم تق دارو با همون گفت شما مخچه در کار نیست؟ ای گفتم نه در کار نیست اینجا تا خواستواره بزن بره میگم سعدی هم خواه دارم که باور کنی تر خواه نمیبرم هم خواه دارم که همین خونه تر کفتنم مونده شدم تر کفتنم او میگن که مرگزیده خواه میبرو دختر بیشور نه بویش کی باشه این باور که بیزور کنه نه تخت راضی و علیکم السلام شما در مخچه در کار نیسته؟ نه ما خمان داره مخچه اگر نه از 3-4 دونه بتر کنم